و آمریکا رو ولش کنید، یکی بیاد بره با این کارخونه دارا مذاکره کنه. این کیکو برای من شرکت آورده 30 گرم به 15,000 تومان، یعنی به عبارتی میفته کیلوی 500,000 تومان. بابا مگه جنگه؟ چه خبر آخه؟ ترازو رو بگیر اینجا. اینا کیلوی 500,000 تومان. ببین ما توی نهاوند که با 10 تا دست دلال و معامله‌گر داره موز میاد اینجا موزو داریم میدیم 150,000 تومان. یعنی اگه کارخونه این به جای این کیک موز توی نایلونش میکرد 30 گرم، پولش در میومد 4,500 تومان. آقا آمریکا رو ولش کنید، یکی بیاد بره افسار این کارخونه دارا رو بگیره، پدر مردم رو در آوردن. آقای محترم شرکت نظری، چی توی این نایلون، توی این سلفون، توی این پلاستیک کوفتی ریختی که 30 گرم میشه میدی 15,000 تومان، کیلوی 500,000 تومان. بابا به خدا قسم مریخ هم اینجوری نیست که شما دارید با ما میکنید. پدر ملت شما کارخونه دارا در آوردید. آقا تیمی که میخواد بره با ترامپ مذاکره کنه ول کنه، بیاد بره افسار این کارخونه دارای بی پدر مادر بی مروت بگیره.